در این برنامه ما داخل برنامه قادر خواهیم بود که یک وبسایت یا وب اپلیکیشن مکمل از الف تا یا بسازیم. وبسایت های مختلف شما دیدین مثل فیسبوک، گوگل، آمازون، یوتیوب و غیره که شما شاید در داخل براوزر از او استفاده کرده باشین. پس این برنامه ما هم در مورد از این است که چطور ما میتونیم مثل وبسایت های دیگه یک وبسایت بسازیم. به خاطر ساختن یک وب اپلیکیشن یا یک وبسایت چند تکنولوژی مهم است که از جمله از او اول HTML و CSS است. HTML که است به خاطر اسکلت یا ساختار یک وبسایت استفاده میشه. یعنی امو کانتنت یا مواردی که ما داخل وبسایت میبینیم مثل تکست شد، نوشتاری شد، عکس شد، بتن شد، او کلش در داخل HTML نوشته میشه. و دوم که است CSS است. CSS به خاطر امو ستایل و زیبایی رنگ ها و لیاوت وبسایت استفاده میشه. بدون CSS وبسایت ما شاید کار بده ولی مقبول و زیبا نخواهد بود و وقتی که یوزر او رو میبینه برش دلپسند نخواهد بود که در نتیجه یوزر شاید به استفاده از او ادامه نده. و برخی سوم چی که است جاوا اسکریپت است. جاوا اسکریپت یک زبان پروگرام نویسی است که به خاطر لاجیک یا منطق یک وبسایت استفاده میشه. مثال ما یک در فیسبوک وقتی که روی لایک کلیک میکنیم چی میشه؟ لایکش یک عدد بالا میره. یا مثال شیر میکنیم یا روی عکس کلیک میکنیم کلان میشه. این لاجیک و منطق از در جاوا اسکریپت نوشته میشه. یک مثال ساده از چی براتون نشان میتم تا امی براتون واضح در شود. در اینجا ما یک تا وب اپلیکیشن بسیار ساده دارم که استاپ واچ است و 3 نسخهش است. در نسخه اولش که است کانتر زیرو ما فقط از HTML استفاده کردیم. در نسخه دومش ما از HTML و CSS استفاده کردیم و در سومش جاوا اسکریپت هم استفاده کردیم. تفاوتش میبینیم که هر کدامش کدام رول بازی میکنه. اولی فایل اگر کلیک کنم ما میبینیم که یک عدد است و در پایینش دو بتن است، start و reset. ای فقط با استفاده از HTML جور شده. یعنی نیز کدام زیبایی داره، نه بتنایش رنگ داره و نه هم اگر ما start کلیک کنم stop watch چالان میشه و نه بند میشه. پس ای فقط هم قسمت HTMLش است. حالا میایم در قسمت دوم، نسخه دومش که دایی هم ما HTML دارم و دایی پایینش ما CSS هم دارم. وقتی که روی ازی کلیک میکنم من میبینم که امی اپلیکیشن استاپ واچ که است به مراتب زیباتر و مقبولتر نسبت به نسخه قبلیش است. چرا؟ به خاطر که ما CSS استفاده کردیم. عددش کلان است، استارت و ریست هم بتناش مقبولتر است. ولی فعلا هم کار نمیکنه. اگر من روی استارت کلیک کنم یا ریست کلیک کنم کدام لاجیک نداره که مثال استارت کلیک کنم چی باید صورت بگیره، اگر ریست کلیک کنم چی صورت بگیره. و این لاجیک ما در نسخه سیوم با استفاده از جاوا اسکریپت ما ایره اضافه کردیم. شما ایره میبینین که ما اینجا اندکس HTML داریم، در HTML ش نوشته کردیم، در CSS شست و اینجا script.javascript.js. البته شما ایره میفهمین که هر فایل که از بعد از نقطه یک اکستنشن داره. ایره اکستنشن میگه یعنی از روی ازمی کامپیوتر میفهمه که ایره در چی باز کنه. پس این نسخه سومی رو باز میکنم. در اینجا میبینیم امروی نسخه قبلی فرق نداره بظاهر، ولی اگر روی استارت کلیک کنم استاپ واچ ما چالان میشه و اینجا تکس بتن هم که از تغییر میکنه و روی پاس کلیک کنم پس استارت میشه و اگر ریست کلیک کنم بند میشه. پس این یک نمونه هر سه تکنولوژی بود که کدام رول در کجا استفاده میکنه. تا اینجا اگر کدام سوال داشته باشین انشالله که واضح است. پس ما اول از HTML شروع میکنیم و اساسا طرف CSS و جاوا اسکریپت میریم.
یک مفهوم یا اصطلاحی که زیاد استفاده میشه یوزر انترفیس است. یوزر انترفیس همو صفحه را میگه یا همو ظاهر یک اپلیکیشن یا سافتویر یا هر چیزی که باشه که یوزر همراهش تعامل میکنه. یعنی با استفاده از یوزر انترفیس یوزر همراه کامپیوتر تعامل میکنه، یا اگر وبسایت باشه از طریق یوزر انترفیس همراه وبسایت تعامل میکنه. پس ما با استفاده از HTML، CSS، JavaScript یوزر انترفیس یا همو قسمتی از وب اپلیکیشن که برای یوزر نمایان است او را جور میکنیم. حال خیلی شروع میکنیم از HTML یا Hypertext Markup Language که چی مکملش ضرور نیست که یاد بگیریم. فقط HTML یک مارکاپ لنگویج است که با استفاده از او قبلا هم گفتیم که هم استرکچر یا اسکلت یک وبسایت هم میسازیم. ساده ترین نمونه HTML اگر ما بتیم این رقم نوشتهش که است به این شکل است. این یک ساده ترین نمونه یک وبسایت با استفاده از HTML است. با نظر اولی شاید برتون کسایی که قبلا کار نکرده ای بسیار مشکل و مجهول معلوم شود که چقدر چیزای زیاد است دی کدام بخشایش چی کار میکنه. آستا میایم روی هر کدامش کلیک چی میکنیم، بعد از این برتون بیخی واضح میشه کدام چیز مغلق و مشکل در اینجا نیست. اول در هر فایل HTML که است در شروعش ما یک dash doc type HTML ای را اضافه میکنیم. این یک از روی از این براوزر میفهمه که از HTML5 یا همو HTML است، یعنی چیزایی که بعدا میای کلش HTML است. این یک دفعه اضافه میشه، ضرور نیست که شما ای را حفظ کنین، فقط فایل HTML نو جور میکنین میتونین از گوگل هم میره سرچ کنین. بعد از او که است ما میبینیم که در اینجا یک قوس است و HTML نوشته است، بعد از او لنگ است مساوی به en و در داخل از این کانتنت دیگه است، ولی داخل که است یک قوس یک سلش داده و بعد از او HTML است. این را ما به نام تگای HTML یاد میکنیم. یعنی هر چیز در HTML که است یک تگ شروع داره و یک تگ آخر داره. در اینجا این تگ ما که است تگ HTML است. هر چیزی که داخل HTML میاد کلش داخل این تگ نوشته میشه و داخلش هم که است هم اسلش که داره این به این معنی است که خلاص شده، یعنی از این قسمت شروع شده تا این قسمت داخل از این کلش HTML است. و اگر همون تو کسی میتونه یک تخمین بزنه که لنگ مساوی به انگلیش به معنای چی است، شاید معنای چی را داشته باشه؟ زبانش. آفرین. این به معنای عزیز است که داخل HTML که است ما از زبان انگلیسی استفاده میکنیم. اگر وبسایت در فارسی جور میکنین یا در پشتو بازو کودایش فرق میکنه، برای فارسی FA است برای پشتو PS است به شکل. بعد از او تگ بعدی که است هید است. اینجا ما میبینیم که هید شروع شده، تگ شروعش است و اینجا آخرش است. در داخل تگ هید عموما چیزایی است که داخل خود همون صفحه براوزر ما نمیاید که بعدا مثالش میبینیم. و اینجا تایتل است. بهتر است که پیش از این کلش تشریح کنم. این کود من نوشته میکنم داخل براوزر باز میکنم که چه رقم معلوم میشه. به خاطر نوشتن HTML شما از هر تکست ادیتر یا یک پروگرامی که داخل از اون تکست نوشته بتونین استفاده میتونین، مثل نوتپد در کامپیوتر است میتونین استفاده کنین. ولی به خاطر از این که وقتی که شما ادامه میتین یگان خصوصیات دیگر هم ضرورت دارین، یک تکست ادیتر ادوانس تر از نوتپد که است به نام ویس کود که امروزه بسیار مشهور است. ما در جریان کورس خود از ویس کود استفاده میکنیم. ویس کود
یک کمی معرفیش میکنیم. ویس کود در اینجا طرف چپ که هست، امو فایلایی که داخل یک فولدر ما داریم کلش نشان میده و در این قسمت که هست امو خود تکست ادیتر باز میشه. اگر ما بخوایم یک فایل در ویس کود جور کنم، در این قسمت چپ میایم، وقتی که ماوس آوردم در بالا یک بٹن هست که علامه مثبت داره، نیو فایل هم نشان میده. روی از این کلیک میکنم، بعد از اون نام فایل میتونم. به خاطر HTML برای فایلش هر نام ما داده میتونیم، مثال home.html یا مثال car.html یا my website.html. ولی عموما ما به خاطر صفحه اول که هست index.html استفاده میکنیم. این مروج است index.html. وقتی که روش کلیک کردم در اینجا فایل واس شد. فایل واس شده، اینجا علامه سفید میت یعنی ثبت نشد. کنترل اس میکنم ثبت. داخل از همو چیزی قبلا دیدیم رو ما نوشته میکنم. اول نوشته میکنم ویس کود یک خوبیش همیست که خودش برات انت میته که داک تایپ. همین نوشته کردی برات نقل میته که داک تایپ. بعد از او HTML نوشته میکنم، تگ آخری یا کلوزینگ تگش هم اتومات خودش اضافه میکنه. و داخل از این فعلا ضرور نیست که شما چون شماره حفظ داشته باشین یا از بر کنین. من فقط زود نوشته میکنم هلو و در پایینش هم نوشته میکنم. این فایل HTML رو من نوشته کردم به خاطر از اینکه این را اجرا کنم ما به یک پروگرام به نام براوزر ضرورت دارم. براوزرهای مختلف وجود داره مثل کروم، ایج، سفاری در موبایل، فایرفاکس، ولی امروز ما از کروم استفاده میکنیم. به خاطر که را اجرا کنم ما به چی ضرورت دارم؟ ما با آدرس فایل ضرورت دارم. در داخل ویندوز یا کامپیوتر یا موبایل هر فایل از خود یک آدرس داره که به نام پات هم یاد میشه. به خاطر از اینکه آدرس از زیر ما کپی کنم روش کلیک میکنم و در پایین میایم کپی پات، یعنی آدرسش کپی کن. این وقتی ما کپی میکنم میایم در کروم و اینجا همو آدرسش پیست میکنم، کنترل وی انترش میکنم، همو صفحه وب ما که هست باز شد. یعنی ساده ترین مثالش بود. قبلا ما در کدام قسمت بودیم؟ هید بودیم. داخل هید ما گفتیم تایتل داریم. اگر اینجا متوجه شویم تایتل اینجا ما هلو نوشته کردیم. این در کدام قسمت آمده؟ این در قسمت بالایی تب آمده، یعنی این را تب میگن و بالای تب همو تکسی که داخل تایتل نوشته کردیم آمده. پس داخل تایتل همو عنوان وبسایت ما نشان داده میشه و داخل بادی که هست چیزایی که داخل این صفحه می آید، یعنی داخل همین بدنه براوزر که می آید این چیزا عموما داخل بادی نوشته میشه و چیزایی که بیرون از این بدن است و داخل هید نوشته میشه. خب حالا میایم بادی. داخل بادی ما نوشته کردیم hello world و این را میبینیم که اینجا برای ما hello world نوشته شد. تا اینجا اگر کس سوال داشته باشه. خب حالا میایم موضوع دیگه که هست داکومنت آبجکت مدل است. این فقط یک لغت دور به دراز به خاطر از است که بگویم که پشت صحنه داخل براوزر امی صفحه که امیال ما نوشته کردیم میشه رقم جور میشه به کدام شکل در کامپیوتر ذخیره میشه.
و با استفاده از این میتونیم امو صفحه HTML خود ویژوالایز کنیم، یعنی در ذهن خود یک تصویرش جور کنیم که صفحه ما چطور تنظیم شده. طرف چپ که شما میبینین داگ تایپ HTML ای کدام چی نداره و بعد از او که هست ما HTML داریم. تگ HTML داریم، ای را میتونیم تصور کنیم که دمو قسمت بالایی یک نود یا یک قسمت برای HTML جور شده. داخل HTML ما دو تگ داریم، یکی هید است و یکی بادی، یعنی دو قسمت تقسیم شده. اینجا ویژوالی ما میتونیم ببینیم که HTML دو چایلد یا دو چایلد داره، یکی هید است و یکشون بادی. و داخل هیچ که هسته باز ما تایتل داریم. در قسمت هم در کود میتونیم ببینیم که تایتل هلو. پس اینجا تایتل داریم و داخل تایتل هلو داریم. و بعد از او در قسمت بادیم که هست از HTML در بادی و در داخل بادی هلو ورلد نوشته است. این داکومنت آبجکت مدل یا دام میگه ایره، بخاطر از این خوب است که ما HTML ویژوالایز کنیم و در آینده اگر استایل اضافه میکنیم یا کارهای دیگه همراهش میکنیم با آسانی میتونیم او رو انجام بدیم. چیزهایی که طرف پایین میآید ای رو به نام چیلدرن یاد میکنیم. مثال HTML که هست دو تا چایلد داره، یک هید یک بودی است و چیزهایی که طرف بالا است او انسستر یا پرنت برش میگیم. HTML پرنت هید و بودی است و مثال تایتل که هست چایلد هید است. در اینجا اگر کس سوال داشته باشه. حالی داخل HTML که هست ما قبلا فقط یک چند تگ شدیدیم. در HTML تگ‌های بسیار زیاد دیگه هم وجود داره برای کارهای مختلف. مثال به خاطر عنوان که هست ما تگ چک داریم، عنوان کلان یا مین عنوان ما که هست. برای عنوان از او کوچکتر H2 داریم تا H6 هم کوچکترین عنوان است. به خاطر لیست هم داریم، به خاطر تصویر ما ایمیج داریم و به همین شکل تگ‌های بسیار زیاد داریم و ایره ما شما آستا همراهش مواجه میشیم میبینیم که چطور استعمال میشه. اول میبینیم مثال ما داخل این تکس ما میخوایم کلان کنم و این عنوان امی صفحه ما باشه. به خاطر که عنوان باشه ما باید چی اضافه کنم؟ ایره پاک میکنم برای یک لحظه. پاکش کردم، کل چیز از بین رفت. اگر ما بخوایم که یک عنوان کلان داشته باشم تگ H1 نوشته میکنم و داخل این تگ که هست عنوان خود نوشته میکنم، هیدینگ. درست است؟ این را سیو میکنم. به خاطر از اینکه تغییرات خود در اینجا ببینیم ما ضرورت داریم که صفحه را رفرش کنیم تا تغییرات در اینجا نمایان شود. اینجا دیدیم که هیدینگ ما آمد. به خاطر عنوانهای کوچکتر عنوان دوم مثال از H2 استفاده میکنیم، هیدینگ 2 و اگر از او کوچکتر بخوایم H3 هیدینگ 3 و به شکل الا H6. اگر ما اضافه کنم 6 هیدینگ 6 میبینیم که H1 کلانترینش است، بعد از او H2 است و H3 و هم کوچکترینش که است H6 است. و اگر ما بخوایم که یک پاراگراف اضافه کنیم ایره ما پس پاک میکنم. به خاطر پاراگراف ما تگ پی داریم، از شروع نوشته میکنم قوس بند و داخل از این من میتونم پاراگراف خود نوشته کنم. مثال میگم this is a long and important sentence.
میبینیم که ای هیدینگ همو عنوان ما شده و ای پیکی است پاراگراف، همون جمله که نوشته کردیم آمده. و این را شاید شما متوجه شده باشین که هر یکی از این تگا که است یک لاین جداگانه گرفته. مثال هیدینگ که است در یک خط آمده و پاراگراف در خط دیگه، پولو در پولوی هم نامده. این به خاطر از این است که در داخل تکست ادیتر ما ای را در خطای جدا نوشته کردیم. اگر ای را بیخی پولو یک دیگه هم نوشته کنم کلش در یک خط، بازم HTML که است ای را به مو شکل سابقه نشد. یعنی پاراگراف که است یا هیدینگ که است هر کدامش از خود یک خط جداگانه ذخیره میشه. زیادترش تگا به می شکل است. ولی بعض تگای دیگه داریم. مثال اگر ما بخوایم داخل از این پاراگراف خود این لانگش بولد کنم، مثل که در ورد ما یک تکس بولد میکنیم، چه رقم میتونم میره بولد کنم؟ داخل همی تکس ما تگی بیر استفاده، اما خطی که میخوایم بولد شد شروعش تگ اوپنینگ تگ و داخلش هم کلوزینگ تگ یا تگی که بسته میکنم و نوشته میکنم. به اساس از این HTML براوزر میفهمه که از این قسمت تا این قسمتی باید بولد باشه. رفرش میکنم میبینم که این لانگ که است بولد شد. و به جای بولد ما میتونیم سترانگ هم استفاده کنیم. هر دویش یک کار میکنه. سترانگ که در انگلیسی کبیره میگه، یعنی تمرکز روی از زیاد است. به همین شکل اگر ما بخوایم که یک تکس ما ایتالیک باشه، ایتالیک یعنی یک کم کج باشه، به خاطر ایتالیک ما یک تگ دیگه داریم به نام آی، یعنی آی نوشته میکنم و داخلش هم کلوزینگ تگش هم میتونم. میبینیم که امو امپورتنت ما که است چی شد؟ ایتالیک شد. تو اینجا اگر کس سوال داشته باشه ایده دی پاره چې دا په یو خط کې راشي مونږ مختلف لارې لرو. خو یو CSS طریقه هم کولی شو یا داسې ټاګ استعمال کو چې مثال نوی لاین نه جوړوي او یا CSS استفاده، یعنی مختلف لارې لري چې هغه ته وروسته راځو انشاءالله. خو عموما بهتره دا ده چې کوم لاین کې ټایټل وي یا بیل وي او پاراګراف بیل وي، مروج شاده دا جمله غټه شوه. اوس راځو دې په خاطر چې مثال په مونږ په HTML کې کولی شو لینک هم ورکړو یو بلې صفحې ته، چې دا HTML یو ډېر مفید غږ دی، یو ډېر ګټور غږ دی. مثال که مونږ یو ویب سایټ ولرو 10-20 صفحې لري، د دې یو بل سره ارتباط ورکولو دپاره مونږ د لینک نه هم استفاده کولی شو. یا مثال په دې ځای کې زه غواړم چې ګوګل صفحې ته یو لینک ورکړم، زه غواړم دلته یو خط وي ګوګل لیکلی وي، کله دې یوزر کلیک کړي لاړ شي د ګوګل صفحې ته. نو د لینک دپاره مونږ ټاګ لرو د ای په نامه. دا جمله به در HTML ما یک خصوصیت دیگه داریم که ما میتونیم از HTML به یک جای دیگه لینک بدیم. شما در جای مثال در اینجا ما میخوایم که یک بتن چی باشه؟ گوگل یک لینک باشه. وقتی که من روی گوگل کلیک میکنم باید یوزر رو ببره در صفحه گوگل. به خاطر از این ما تگ داریم به نام A. تگ به نام A داریم و داخل از این یک اتریبیوت یا صفت داره، یعنی داخل این تگ ما یک صفت برش اضافه میکنم به نام href.
یعنی امو رفرنس یا ای مرا به کجا ببره. داخل اچرف من مثال نوشته میکنم، اول لینک گوگل پیدا میکنم، این را من کپی میکنم، اینجا نوشته میکنم اچرف مساوی است به امو آدرس گوگل نوشته و داخل از این نوشته میکنم گوگل. وقتی که را رفرش میکنم میبینم که رنگ گوگل تغییر کرد و وقتی که ماوسم سرش میبرم امو پوینتر که هست با امو آیکنش تغییر میکنه. وقتی که روش کلیک میکنم چی میشه؟ ما به صفحه گوگل ریدایرکت میشم یا میرم. دایی تگ ای که هست کس سوال نداره، اگر سوال داره میشه پرسان. بر علاوه لینک در HTML ما میتونیم لیست داشته باشیم، مثل که ما خریداری میریم یا تو دو لیست جور میکنیم یا لیست های مختلف داریم. در کتاب ها لیست از بولت پوینتس که هست یا در پاورپوینت هست. ما میتونیم در HTML لیست ها هم جور کنیم. ما دو نوع لیست داریم، یکی هست لیست با ترتیب یا لیستی که در او آردر یا ترتیبش مهم باشه. مثال وقتی که یک کس پرسان میکنه که تخم چطور پخته میشه، ترتیبش مهم است که اول روغن انداخته میشه، بعد از او گرم میشه، بعد از تخم. به خاطر از این را میگن order list، یعنی ترتیبش مهم است. به خاطر order list که هست ما یک تگ داریم OL، درست است؟ order list. و داخل از این لیست خود امو آیتم یا چیزایی که داخل لیست است او را به نام LI اضافه میکنیم. این order list که هست عمومی به براوزر میگیم که داخل از این ما لیست داریم، یعنی آیتم های مختلف داریم و داخل LI که هست یعنی لیست آیتم کدام چیزا رو هست. مثال داخل از این نوشته میکنم 1 LI دیگه میتونم برش 2 و در پایین یک لیست آیتم دیگه 3. سه تا آیتم، سه قلم چیز ما داخل لیست. این وقت که رفرش میکنم ما میبینیم که براوزر چی کرد؟ به خاطر هر آیتم ما یک شماره داد که 1 2 و 3 و عرصهش ما میبینیم و به خاطر از این که ما اینجا آرجرد لیست داریم، یعنی ترتیبش مهم است. یک نوع لیست دیگه ما داریم که در او ترتیب مهم نباشه، او را به نام unordered list میگن یا در HTML تگش که است UL است. داخل UL ما مثل همون لیست سابقه LI اضافه میکنیم، یعنی لیست آیتم فو یک چیز نوشته میکنیم. یکیش مثال بس رفرش میکنم ما میبینیم که یک توی دیگه هم اضافه میکنیم. سی عموما مروج است. پس میبینیم که لیست بدون ترتیب یا unordered لیست ما هم ساخته شد. یک چیز دیگر که متوجه شده باشین در این لیست ها که هستم نسبت به او لینک ما اندنت شده، یعنی یک کم پیش رفته و این را با استفاده از CSS ما میتونیم این چیشه ریست کنیم که بعدا خواهیم دید. تا اینجا یک کس سوال داره؟ در HTML بر علاوه از این که تا فعلا کل چیزایی که دیدیم تکست بود، خط بود، بر علاوه خط ما میتونیم عکس هم اضافه کنیم و به خاطر از این که عکس اضافه کنم ما اول یک عکس دانلود میکنم، مثال کامپیوتر یک عکس از ویکیپدیا میگیرم، روش رایت کلیک میکنم
سیو ایمیج میکنم. دمو جایی که ای فولدر ما است دمونجا ثبتش میکنم داخل لکچر و نامشم میتونم حالا اگر من امی اکسپلورر رو باز کنم در اینجا میبینم که داخل این فولدر ما یک تصویر دارم. اگر بازش کنم این تصویر است. ما میخوایم این تصویر داخل وبسایت یا می چی ما بیاید. به خاطر که تصویر اضافه کنم ما یک تگ داریم به نام ایمیج یا img یکم کوتاه‌ترش ساخت و ایمیج که هست تمام تگایی که قبلا دیدیم یکی ستارتینگ تگ داشت در شروع و یکی در آخر. ایمیج یک تگ هست که آخر خود کلوزینگ تگ نداره. هر دویش که هست اینجا داخلش بکسلش دادیم یعنی خودش مکمل است. داخل یک تگ دیگه برش اضافه نمیکنه. و در اینجا که هست سورسش باید بر شما بگویم SRS این یک اتریبیوت یا صفت همین ایمیج هست. تگ ایمیج در اینجا ما برش بگویم که در اینجا کدام عکس ما میخوایم و مثل قبلا گفتیم در ویندوز یا در کامپیوتر و موبایل در چیز هر فایل از خود یک آدرس داره و در این قسمت که هست یک امی فولدر هست. پس من میتونم که فقط نام امی فایل باش mountain.dpg و اگر در جای دیگه باشه باز شما مکمل آدرس باید اینجا برش کپی کنید. حالا سفر رفرش میکنم ما میبینیم که امو عکس ما که هست ایره کلان میکنم عکس ما اینجا در پایین صفحه آمد. اینجا اگر سوال داشته باشه سایز شما میتونیم اینجا تگ ایمیج که هست یک دو تا صفت یا اتریبیوت دیگه هم داره. ما میتونیم برش مشخص کنیم که ویدت یا عرضش چقدر باشه هایت یا طولش چقدر باشه. مثال ما برش میگم که ویدت از این که هست 300 باشه و هایت از این که هست 300. یه رفرش میکنم موزم کلان هست ایره میگیرم 1.5 ساعت در 1.5 ساعت حالا کوچک شد. ولی عموما بهتر است که شما فقط ویدتش مشخص کنین و هایتش مشخص نکنین به خاطر که دایمنشن تصویر که شاید فرق داشته باشه. اگر تصویر ویدتش زیاد باشه شما به زور بگوین که ویدت هایتش برابر کو باز خوب معلوم نمیشه. فقط ویدتش برش میگم که 150 باشه هایتش اتومات عیار کنه. خب این شد تگ ایمیج. در اینجا اگر کس سوال داشته باشه حالی ما زیر این ایمیج یک پاراگراف اضافه میکنم میگم this is a mountain. اینجا میبینیم که زیر از این خط نوشته شد. بعض اوقات بر ما ضرورت میشه که یک چند لاین اضافی ما داشته باشیم. مثال ما میخوایم که بین ایمیج و تکس مکس یک لاین دیگه هم باشه. به خاطر از این ما یک تگ داریم به نام بریک BR یعنی به خاطر بریک یعنی یک لاین بریک برش بده اضافی و این سلف کلوزینگ تگ است یعنی ضرور نیست که دو تگ باشه یک شروع و یا آخر به خاطر که داخل از این کدام چیز دیگه ما اضافه نمیکنیم. یک دیگه هم اضافه میبینیم که امو فاصله بین تصویر و تکست که هست زیاد شد. به این شکل هر وقت که شما بریک کار داشتین یا
فاصله اضافی کار داشتین میتونین بریک استفاده کنین. مثلا اینجا اضافه میکنم بین دو لیست که هست فاصله زیاد میشه. تا اینجا اگر کس سوال داره. بعد از او که هست ما در HTML میتونیم یک جدول هم جور کنیم. جدول یک چیز مهم است، اکثر جاها کار میشه، وبسایت هر چیز. پس میبینیم که یک جدول ما چطور میتونیم داخل HTML جور کنیم. به خاطر جدول ما چندین تگ ضرورت داریم. یکی خود تگ عمومی جدول یا به نام تیبل یاد میشه. یعنی تمام جدول خود باید داخل از این تگای تیبل جابجا کنیم. بعدا عموما اگر ما در جدول ها شما شاید دیده باشین که تیبل یکی همو خط اولی جدول ما می باشه که عناوین نوشته باشه. مثال میگیم student name و آیدی. همو دو چی اول هیدینگ همو تیبل ما می باشه. به خاطر که همو چیزای هیدینگ شما اضافه کنیم به نام تی هید ما یک تگ داریم که در داخل از او همو از هر کلم نامش نوشته. بعد از اون ما داریم تی بودی. یعنی جدول ما دو قسمت داره، یکی همو هیدش هست و یکی هم بودیش هست. اگر ما بخوایم یک جدول ساده جور کنم که student name باشه و اینجا آیدیش باشه. اینجا مثال احمد آیدیش که هست یک باشه و اینجا محمود و آیدیش که هست دو باشه. این رقم جدول ما میخوایم ولی دمی HTML جور. این قسمت ما که هست داخل تیبل هید می آید و داخل تی هید و این قسمت که هست داخل تی بودی می آید. اول در داخل تی هید ما چیز اضافه میکنیم به نام تی اچ. اما هر عنوانی که داخل تیبل هید می آید به نام تی هید نشانش میدیم. اینجا میتیم student name و دیگه ما چی داشتیم؟ آیدی داشتیم. تی اچ دیگه اضافه میکنیم میگم student آیدی. یک رفرش میکنم اینجا میبینیم student name و student آیدی. حالا میایم در قسمت پایین تیبل بودی. به خاطر هر کلم که هست ما رو داریم، یعنی داخل یک جدول این رو به نام رو یاد میشه. این یک رو شد و این روی دوم شد. به خاطر هر رو ما رو اضافه میکنیم tr یعنی تیبل رو و داخل روی اول ما چی داریم؟ یکی نام احمد داریم و یکی آیدیش که هست یک است. پس دو تا دیتا داریم. به خاطر دیتا ما از چی استفاده میکنیم؟ تی دی. یعنی اصل دیتا که هست احمد و آیدی یک است، محمود و آیدی دو. دیگه چیزا که بود فقط معلومات شد. اینجا اضافه میکنم احمد و دیتای دیگه ایش چی است؟ آیدیش یک است. سیوش میکنم، این رو رفرش میکنم، میبینم که زیر student name احمد آمد و زیر student آیدی که هست یک آمد. و روی دومش هم اضافه میکنم تی آر. دیتای اول ما محمود بود و در پایینش هم آیدیش چی هست؟ دو است. پس اینجا میبینیم که جدول ما جور شد محمود دو. حالا شما شاید در ذهنتان چی شود که جدول خوب بسیار یعنی خوب معلوم نمیشه، نه هم بارجر داره، هیچ چیز نداره. این چیزها رو ما میتونیم باز بعداً با استفاده از CSS اضافه کنیم. چون در اول گفتیم که HTML فقط به خاطر ساختارش است. خب
برای فعلا همین موضوعات کفایت میکنه. حالا میریم میبینیم که مثال وبسایت جور کردیم، داخل باشی مجبور که او را در یک جای ثبت کنیم و بتانیم که او را همراه دوستای خود شریک کنیم، لینکش شریک کنیم یا یک کس دیگه بتانه به او دسترسی پیدا کنه. حالا یک طریقه آسانشه که شما در جریان یاد گرفتن میتونین از او استفاده کنین. او طریقه را بر شما نشان میتونم که همه سفر ما میخوایم دیپلای میکنیم، یعنی نصبش میکنیم و تا هر کس بتونه از طریق یک لینک به او دسترسی پیدا. پیش از او اگر در این تگا و در این چیزایی که خواندیم اگر مشکل سوال چیز داشته باشین میتونین پرسان کنین. Sadece چجور کاستومر نموهایی داره نجدی دیده وصله کنه تو کوم ځای کې نه داسې اوس نشو کولی چې دلته فاصله ورکړو ووایو چې هلته باید فاصله ورشي. دا بیا موږ په سی اس اس باندې کولی شو چې مثال سی اس اس کې ځینې خصوصیات شته دي په ډینګ و مارچین و دا شیان چې ورکړو چې مثال جدول ښه ښایسته وي، ترمنځ یې فاصله هم وي منظم وي. دا بیا په سی اس اس کې بهتره ده چې HTML کې یوازې هغه سکلیټ یې جوړ کړئ، کوشش ونه کړئ چې HTML کې سټایل ورکړئ. اوس راځو دې په خاطر چې دا ویبسایټ بل چا سره شریک کړو، اول باید دا په یو ځای به خاطر از اینکه را چی کنیم، اول را باید یک جای اپلود کنیم و بعد از او بتانیم لینکش همراه کس شریک کنیم. و چون شما شاید شنیده باشین از کسای دیگه که ما کدایی که پروگرامران نوشته میکنه یک جای خوب به خاطر ذخیره ازی کجاست؟ گیت هاب است. گیت هاب یک وبسایت است که داخل از او ما میتونیم کدای خود ذخیره کنیم تا اگر خدای نخواسته مثال کامپیوتر ما بسوزه یا گم شوه کدای ما در یک جای مسئول محفوظ باشه. شما اول باید با خاطر از اینکه از گیت هاب استفاده کنین اول باید یک اکاونت جور کنین، مثل که در جایی که میرین اول یک اکاونت جور کنین. روی github.com میرین، براوزر آواز میکنین، میرین در github github.com. بعد از او شما روی ساین اپ کلیک میکنین. روی ساین اپ که کلیک کردین یعنی ما اکاونت حساب ندارم و میخوایم حساب جور کنیم. و اینجا که هست شما میتونین اگر اکاونت جیمیل داشته باشین ایمیل شما میتونین کنتینیو ویت گوگل بزنین و اگر اپل دارین میتونین کنتینیو ویت اپل. ما فعلا کنتینیو ویت گوگل میزنم و بعد از او همو ایمیلی که میخواین با او حساب جور کنین او را انتخاب میکنین. بعد از او شما پرسان میکنه گوگل که آیا میخواین مثال اینی معلوماتتان نام و پروفایل پیکچر و ایمیل تان همراه گیت هاب شریک شد. چون گوگل یک شرکت جداگانه است و گیت هاب جداگانه. اوکی میزنین، مشکل نداره. و چون ما قبلا داشتم از او خاطر بر ما گفت که اگر طریقه دیگه میخواید. بعد از او یک کد شاید به ایمیل تان بیاید، شما امو ایمیل تان باز میکنن اگر در موبایل دارین در موبایل و اگر در کامپیوتر در کامپیوتر. امو کدش داخل ایمیل که است اینجا یک وریفیکیشن کد است. این شما سلکت میکنین، کاپیش میکنین، اینجا کنترل وی و پیستش میکنین. پس ما ببینیم که داخل گیت هاب داخل شدیم. به خاطر از اینکه شما یک پروژه نو اضافه کنین اینجا ما یک نیو داریم. اینجا ریپوزیتوری معنایش است که همون فولدر مثل یک فولدر است. ما اینجا دو تا فولدر دارم پیش از این اصیل آیتی وبسایت و دیگه است. روی نیو کلیک میکنم. بعد از او برتان میگه که یک نام بر از این فولدر یا ریپوزیتوری تان بده. نامتان باید سپیس و چیز نداشته باشه. ما برش نام میتونم یک نام انتخاب کنید. اصیل درست است.
این انتخاب کردم. جزئیات هم میتونین this is جزئیات باش web 101 کانفیگریشنش هست اینجا. ویزیبیلیتیش پابلیک است، یعنی هر کس میتونه این رو ببینه، دیگه چیزایش مهم نیست. روی آخرش کرییت ریپوزیتوری کلیک. وقتی که روی از این کلیک کردیم دیگه اینجا یک قسمت داریم، دیگه شوال فعلا ایگنور کنین. اینجا یک قسمت داریم get started by creating new file or uploading new file. ما چون فایل از قبل داریم ما فقط میگیم این را اپلود میکنیم، درست است؟ پس روی upload new file کلیک میکنیم و در اینجا که از شما drag and drop هم میتونین. ما این دو فایل میخوایم اپلود کنم، پس این را کنترل امرش میگیرم، رویش اینجا دراپ میکنم. یا شما میتونین اینجا چوزش هم چی کنین، باز خودتون پیداش کنین. اینجا دو فایل ما اپلود شد و بعد از او commit changes چی مانا؟ یعنی ثبتش کن. مانا از کی را ثبت کن و یک چند لحظه وقت میگیره. بعد از او این صفحه یعنی فولدر ماست. اینجا میبینیم این نام یوزر ما است و بعد از او فولدر اصیل. داخل از این ما دو فایل دارم، index و mountain.cpg. حالا این رو اپلود کردم به خاطر از این کس دیگه بتانم به این اکسس کنه و مثل یک وبسایتی رو ببینه. ما باید گیت یک فیچر داره یا خصوصیت داره به نام گیت پیجز که برای کل گرایگان است. هر کس میتونه وبسایت خود در اینجا دیپلوی کنه و نشرش کنه. ما روی سیتینگز میرم. در سیتینگز در یک قسمت چپ پایین بیاین، اینجا به نام پیجز روی از این کلیک میکنم و اینجا ما میتونیم مشخص کنیم که از کدام قسمت ما میخوایم وبسایت ما دیپلوی شود. پس یک دفعه عقب میرم. من اینجا میبینم که در گیت ما برانچ های مختلف داریم. فعلا او را جزئیات چه نمیریم، ولی فعلا همه خواه بفهمین که در مین همین دو تا فایل هم هست. در برانچ مین دو تا فایل هم هست. این را باید می داشته باشیم. حالا اینجا آمدیم در پیجز و deploy from a branch. اینجا مشخص است و اینجا در پایین مین انتخاب میکنیم، درست است؟ مین انتخاب میکنیم، دیگه چیزایش ضرور نیست. روی سیو کلیک. بعد از اینکه است وبسایت ما دیپلوی شد و یک دو دقیقه وقت شاید بگیره تا که ما بتونم به این سرسه. حال اینجا بر من نشان میده که یوزرنیم ما چی است؟ asil-it.github.io. این همو چی صفحه اصلی گیتهاب ما است. این را ما پیست میکنم. بعد از روی یک سلش میتونم و نام امی فولدر که ما جور کردم اصیل، درست است؟ این را برش میتونم رویش انتر کلیک. پیجز میرم اینه. حالا بر ما همی قسمت شامد your site is live at https asil-it.github/asil. حالا اگر روی ویزیت سایت کلیک کنم
من میبینم که وبسایت ما دیپلای شد. ولی ایرا هر کس همین لینکی که داشته باشه میتونه به این دسترسی پیدا کنه از طریق اینترنت. و شما ما میتونید مثالی رو چک کنیم. اگر من در موبایل میره نوشته کنم مثال asil-it.github.io/asil. شما میبینید که داخل موبایلم بر ما چی شد. پس این بود طریقه دیپلای کردن یک وبسایت با استفاده از گیتهاب پیجز. حالا وقتم تقریبا ختم شده. کارخانگی شما ای است که یک پروفایل گیتهاب باید جور کنین و همین چیزایی که خواندیم یک ای تو معلومات اضافی شما میتونین درباره خود یک چیز نوشته کنین، نامتان، مثال چی میکنین، هابیز، هر چیز که دلتون باشه او را یک وبسایت ساده جور کنین و او را دیپلای کنین.